سلام بینندگان عزیز، ساعت به وقت پراگ 10 است. من میرزا نبی خالقزاد از قرارگاه مرکزی رادیوی آزادی در پراگ برای شما سرخط موضوعهای برنامه اخبار آزادی را معرفی میکنم. برنامه ساعت رسا 4 به وقت دوشنبه در کانال آزادی ویدیو مستقیم نشر می شود و ثبتش هم می توانید ببینید. چاره‌های پیشگیری از احتمال پهن شبیه کرونا ویروس را در تاجیکستان باز هم سخت‌تر کردند. مقامات میگویند از این به بعد نقلیات جمعیتی و جایهای سیر آدم دیزینفکس خواهند شد. طبق معلومات شهرداری دوشنبه حالا در پایتخت بیش از 3,500 نقلیات مسافر بر عمل می‌کند. مسئولین راه و نقلیات میگویند به طور کافی محلول‌های بی‌ضررگردانی را ذخیره کردند. در این باره در برنامه خبری گزارش می‌دهیم. باید گفت که مقامات در تاجیکستان برنامه پیشگیری از کرونا ویروس و واکنش احتمالی در صورت پیدا شدن بیماری را آماده کردند. به اطلاع مقامات از 1 فوریه تا 27 مارس سال روان تقریبا 6,000 نفری که از کشورهای خارج به تاجیکستان آمدند در بیمارخانه‌های سرایتی و آسایشگاه‌ها به کرانتین فرا گرفته شدند. و باز هم کرونا ویروس. وزیر حج عربستان سعودی روز سه‌شنبه 31 مارس از مسلمانان در سراسر جهان خواست تا به معلوم شدن وضعیت پنجشنبه کرونا ویروس از برنامه‌ریزی برای سفر به این کشور و شرکت در مراسم حج خودداری کنند و انتظار بمانند. ظاهرا موسم امسالی حج که در اواخر ماه ایول آغاز می شود تحت تاثیر پنجشنبه کرونا ویروس قرار خواهد گرفت. سالانه در موسم حج حدود 2.5 میلیون نفر برای ادای این فریضه اسلامی به عربستان سعودی سفر می کنند. و گزارش شبکه الجزیره محمد صالح بن طاهر وزیر حج عربستان سعودی به تلویزیون الاخباریه گفته است که کشورش آماده قبول زائران و خدمتگزاری به آنها هست، اما حفظ سلامتی زائران برای عربستان نهایت مهم می باشد. طبق این گزارش عربستان سعودی فعلا شماره گرفتاران به کرونا ویروس را 1500 نفر اعلام کرده است و 10 نفر نیز در این کشور بر اثر این بیماری جان دادند. دیروز حکومت روسیه اعلام کرد که به هر گونه ملاقات بازداشت شده های زندانی ها با نزدیکانشان تا اعلان بعدی اجازه داده نمی شود. هدف از این اقدام جلوگیری از گسترش بیشتری کرونا ویروس عنوان می شود. این در حالی است که فعلا در برابر محبس‌ها شماره تاجیکان در بازداشتگاه‌های موقت نیز کم نیست. برخی از آنها با فرستادن نوار می‌خواهند توجه نمایندگی تاجیکستان در روسیه را به وضعیتشان جلب کنند. این یکی از موضوعهای برنامه امروزی ماست که با هم می‌خوایم ببینیم. با بسته شدن مرزها و قطع گردیدن پروازهای هواپیما بین روسیه و تاجیکستان بنابر پیشگیری از کرونا ویروس بر روند مهاجرت تاجیکان علیه تاثیر گذاشت. آنهایی که معمولاً در این موسم نان خود را از روسیه می‌یافتند حالا شمارهشان در مردکار بازارهای پایتخت افزوده است. اگر 3 ساعت بعد در برنامه خبری ما را همراهی کنید گزارش نوبتی ما را در این باره خواهید دید. یک گزارش دیگری هم داریم درباره یک دخترک دیهاتی تاجیک مهارت بلند پهلوانی گشتیگیری داشته است. راه او به ورزش کلان از میدانهای خرد و سبقت‌ها در طی مراسم‌های نوروزی آغاز شده و حریفانش در این سبقت‌ها همیشه پسران بودند. یاد ما را به گردآفرید شاهنامه می‌برد. این گزارش هم پیشکش شما خواهد شد. بینندگان ارجمند، این بود فشرده موضوعهای برنامه امروز. تا کمتر از 3 ساعت دیگر ما را در پخش زنده در صفحه‌های آزادی ویدیو در یوتیوب و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و ادنا کلاسیک همراهی کنید. خدا نگهبان شما.